سلام ارادت، وقتت بخیر. به جلسه سوم خیلی خوش اومدی. جلسه که خیلی مهمه، مربوط به استراکچر بازار هست و تو با این میتونی سقف و کفهای معتبر و در واقع روند بازار رو متوجه بشی و بفهمی که چه زمانی قراره که بازار روندش عوض بشه و در جهت اون ترید کنی و اگر روند تو بشناسی میتونی پول بک های مربوط به اون روند رو پیدا بکنی که خیلی میتونه بهت کمک بکنه. پس با دقت گوش کن و حتما پایان این ویدیو تمریناتتو برای من ارسال کن. خیلی خوب، بریم سر وقت آموزشمون که خیلی این جلسه ارزشمنده. حتما بشین چندین بار گوش کن و تمرین کن. خیلی خوب، فرض میگیریم بازار وقتی میخواد حرکت کنه چندین پول بک میزنه واسه خودش، همونجوری حرکت میکنه دیگه. اوکی، خب ببینید سقف و کف بازار رو چه زمانی میتونیم مشخص کنیم؟ ببین سقف و کف بازار زمانی اتفاق میفته، یعنی زمانی میتونیم سقف معتبرمون رو پیدا بکنیم که یک هانت نقدینگی اتفاق بیفته، که یک IDM اتفاق بیفته. حالا اینا رو من بهتون توضیح میدم. IDM، ببین وقتی که هانت نقدینگی اتفاق میفته سقف ما مشخص میشه. حالا سوالت اینه که من چجوری الان تشخیص بدم که هانت نقدینگی من الان چجوریه داستانش؟ خب بذار من اینجا درستش بکنم. خیلی خوب، اینجا فرض کن که اینجوری قیمت حرکت کرده، اومده پول بک زده. شما اینجا میای نزدیکترین پول بک، ببین این پول بک الان به قیمت نزدیکه، نزدیکترین پول بک رو پایینش یه خط میندازید. دوباره مثلا اگه قیمت اینجا بود شما باید دور این خط مینداختید، اگه قیمت اینجا بود شما باید اینجا خط مینداختید، تا زمانی که قیمت بیاد زیر اینو بزنه، زیر این پول بک تو بزنه، زیر نزدیکترین پول بک تو بزنه. در این صورت ما میتونیم بگیم که چه اتفاقی افتاده؟ سقف ما تایید شده، یعنی ما اینجا یک سقف داریم. یعنی شما اینجوری میتونید یک سقف رو شناسایی بکنید. یعنی شما اگه پول بک رو بشناسید، خب میتونید به سادگی هرچی تمومتر سقفتون رو شناسایی بکنید. خب حالا کلن وقتی که روز ما قرار شروع بشه، آقا ما از کجا اصلا شروع کنیم که این سقفه رو پیدا بکنیم؟ از کجا اصلا بیایم کفمون رو پیدا بکنیم؟ خب الان همه رو بهتون توضیح میدم. ببین شما وقتی که چارت رو باز میکنی، حالا من میگم تایم فریم 1 ساعت، خب چارت رو باز میکنی، بلندترین قلت رو پیدا کن، اونی که بالاترین ATH زده، اونی که بالاترین های زده، اینو پیدا کن. خب اینو که پیدا کردی میای چه کار میکنی؟ میای نگاه میکنی ببینی کدوم پول بک رو IDM کرده، میای سمت چپش، ببین این الان علامت میزنی. آقا اینو که علامت زدی ثابت میکنی که این سقفه، باید ثابت کنی این سقفه دیگه. میای چی کار میکنی؟ میای به سمت چپ نگاه میکنی ببینی کجا پول بک داری. این یه پول بکی که توسط این IDM شده. زمانی که IDM میشه این سقف ما تایید شد، یعنی این برای ما یک سقف معتبر هست. متوجه شدی؟ خیلی مهمه. حتما باید اینو تمرین کنی. اصلا بدون تمرین نمیشه، اصلا امکان پذیر نیست. خب پس بالاترین سقفمون شد این. بسیار عالی. حالا برای اینکه ما یک سقف دیگه‌مون رو پیدا بکنیم، چون ما وقتی که روزمون رو شروع میکنیم، لطفا اینو یه جا یادداشت کنید، ما وقتی روزمون رو شروع میکنیم خب نیاز داریم که حداقل 2 سقف و 1 کف پیدا کنیم. متوجه شدید؟ 2 سقف و 1 کف. در روند صعودی، در روند نزولی هم 2 کف و 1 سقف
باید شناسایی کنیم که بتونیم روزمون رو شروع بکنیم. خب حالا چجوری باید ما اینا رو پیدا کنیم؟ میایم از این قله برمیگردیم قله قبل، این که خودش پولبک IDM شده، هیچ. میایم این قله کناری، خب این هم که خودش پولبکه، هیچ IDMی رو، هیچ پولبکی رو هانت نکرده. متوجه شدی تا اینجا؟ خیلی خوب، بسیار عالی. دوباره میایم قله کناریش. قله کناری چیکار کرده؟ قله کناری اومده یک پولبک رو برای تو IDM کرده. اینجا یک پولبک رو برای تو IDM کرده. اوکی؟ خب پس این میگیم یک سقف دیگه است. ثابت کردیم که این یک سقف دیگه است. اوکی؟ خیلی خوب. حالا کجا BOS اتفاق افتاده؟ Break out structure. بچه ها BOS یعنی شکست ساختار، یعنی ادامه روند بازار که با BOS نشونش میدن. Break out structure. خیلی خوب. اینجا دوباره من این خطم میکشم، اینجا BOS بهت داده. حالا وقتی که با شادو میزنه هانت نقدینگی، حالا که اونو آخر کار بهتون توضیح میدم، اینم BOS داده. خیلی خوب. حالا چجوری ما کفمون رو مشخص کنیم؟ از اون جایی که BOS شده و اون سقفی که BOS شده، پایین ترین لو کدومه؟ میشه این پایین ترین لو شماست. اوکی؟ این شد پایین ترین لو شما، یعنی شد کفتون. اوکی؟ اونم شد سقفتون. یعنی شما اینجوری میتونید یک ساختار رو رسم بکنید. حالا من میام اینجا براتون یه مثال میزنم. فرض کنید اینجا یک BOS اتفاق افتاده، یک شکست ساختار اتفاق افتاده. کفمون میشه کجا؟ آفرین دیگه، کفمون میشه بین این دوتا، اونجایی که BOS کرده و اون سقفی که BOS شده، پایین ترین لوش میشه این. اوکی؟ پس کفمون شد این. وقتی که BOS اتفاق میفته ما باید دیگه صبر کنیم که دیگه یک سقف جدید برامون بزنه، سقفمون آپدیت بشه. اوکی؟ سقفمون آپدیت بشه. الان دوباره اینجا پولبک زد، باش میایم بالا، یه خط میندازیم، کف پولبکمون زده نشد، اومد یه پولبک دیگه زد، دوباره ما یه خط میندازیم، دوباره قیمت اومد بالا، یه پولبک دیگه خط میندازیم، پولبک میاد IDM میشه یا ایندیوسمنت میشه. ببین IDM مخفف ایندیوسمنته. حالا این سقف و کف، این دوتا سقف و کف، این سقف و این کف برای ما مورد تایید هستن و این به ما نشون میده که روند شما صعودیه. چرا که BOS صعودی دادی و شما تا زمانی که این کف زده نشه هیچ تغییر روندی نداری. خب حالا فرض میگیریم قیمت میاد این کف رو برای ما میزنه. کف رو که برای ما بزنه، روند ما از حالت صعودی به حالت نزولی تغییر میکنه. متوجه شدی؟ یعنی روند کاملا عوض میشه. خب دیگه شما باید منتظر باشی که یک کف برای شما تایید بشه با توجه به پولبک. خب اینجا برای ما یک کف تایید شد، اینجا برات پولبک زد، اینجا برات پولبک زد، کفش زده نشد، اومد یه پولبک جدید زد، اون کفش اون در واقع سقفش زده شد. اوکی؟ و این کف ما تایید شد، یعنی سقف و کفمون کاملا مشخص شد. این سقفمون، اینم کفمون. روندمون هم کاملا نزولیه و دنبال پوزیشن سل هستیم. شما فعلا فقط باید ساختار یاد بگیرید. من تمامی ستاپ ها رو بر اساس این ساختار بهتون میدم که کجا باید سل بگیرید، کجا باید بای بگیرید و چی کار باید بکنید. خب و شما فقط این ساختاره رو درست یاد بگیری، همه راه رفتی، روند رو بشناسی، همه چی رو شناختی.
بریم سر وقت یورو یه مثالم براتون بزنم. یورو تایم فریم 1 ساعته براتون بیارم. خیلی خب 15 دقیقه رو میارم، یه تمیزتره، میخوام جای تمیز بهتون یاد بدم. خب آقا میخوایم روزمون رو شروع کنیم. بالاترین سقفمون الان تا این 15 دقیقه اینه دیگه. خب میایم بالاترین سقفمون رو مشخص میکنیم، میگیم آقا ثابت کن الان این سقفه. خب میایم برمیگردیم چپش رو نگاه میکنیم، میبینیم اینجا یک پول بک داره، این پول بک رو IDM کرده، پس اوکی این سقف قبول، اوکی این سقفه. دوباره برمیگردیم عقب، قله هامون رو نگاه میکنیم، ببین این یه قله است، ببینیم آیا قله واقعی هست یا نه فقط یه پولبک ساده است، پس به دردمون نمیخوره. اوکی پس به دردمون نمیخوره. خیلی خوب، به دردمون نمیخوره. میایم چی کار میکنیم؟ میایم قله بعدیمون رو چک میکنیم. قله بعدی کجا؟ اینجا. بچه ها اینجا نه، ببین وقتی چند تا قله کنار هم دیگه هستن، اونی که بالاتر از همه است در نظر بگیرید. اوکی خب این میشه قله کناریمون. اوکی اینجا سقف رو برات زده، چو ثابت میکنی که این سقفه. آره خیلی راحت، بیا اینجا برای تو IDM زده. اوکی ببین اینجا رو قشنگ بهت نشونش بدم متوجه بشی. قیمت اومده بالا، پول بک زده، دوباره اینجا برای تو پول بک زده، رفته بالا، این پول بک برات IDM شده. خیلی ساده و مجلسی. پس اینجا برای تو چی اتفاق افتاده دقیقاً؟ اینجا برای تو BOS اتفاق افتاده دیگه. پس سقف کناریت هم شناسایی کردی. اوکی حالا پایین ترین لو بین این سقف و اونجایی که BOS زده کجاست؟ اینجاست. پس در نتیجه یورو هنوز سعودیه. ببین اومده پایین، قشنگ اوردر فلو رو برداشته داره میره بالا. خیلی راحته. البته نیاز به تمرین داره. یک ویدیو دیگه هم توی کانال عمومی در خصوص همین گذاشتم، اونم براتون ارسال میکنم که ببینید، خیلی مهمه. حالا در صورتی که این سقف زده بشه میشه BOS سعودی، در صورتی که این کف زده بشه میشه چاک نزولی. اوکی این جلسه رو باید چندین بار ببینید. حالا سعی میکنم تمامی اشکالاتتون رو بگیرم و هر سوال داشتید ازم بپرسید.